حیف فرزندی که گیرد از گریبان پدر، بازی دارد در سر مو هر نفس جان پدر. حیف فرزندی نمیگیرد پندش را به گوش، رو بیتابد هر زمان از امر و فرمان پدر. حیف فرزندی که میراث پدر جویا شود، حالتی تنگی نکوشد بهر درمان پدر. حیف فرزندی که لعنت آورد بر جد خیش، در دم پیری نمی گردد نگهبان پدر. حیف فرزندی که اندر شهر و دیهی زندگی، می شود سرچشمه دو چشم گریان پدر. حیف فرزندی که دل کور است و گوهر ناشناس، زهر بادا بر تن او لقمه نان پدر. حیف فرزندی که از علم پدر بی بهره ماند، قدر ننماید میان خلق عرفان پدر. هر پسر که شاد باشد خلق از افعال او، نوش جانش باد شیدا گوهری کان پدر. حیف فرزندی که گیرد از گریبان پدر، بازی دارد در سر مو هر نفس جان پدر. حیف فرزندی نمی گیرد پندش را به گوش، رو بیتابد هر زمان از امر و فرمان پدر. واقعا چنانکه این برادر با تخلص شیدا در مصرع خود میگوید که حیف اون فرزندی که در دم پیری خدمت پدر را نمی کند و برعکس گریبان پدر گرفته به خاطر مال و دنیا از غمخوری پدر و مادر خود را دوری می کند. الله تبارک و تعالی از چنین فرزند هر یک پدر و مادر را در پناهش نگه دارد. امروز در حقیقت بسیارند فرزندانی که برای سوم، برای رضاگی نفس خود، برای اون سخنهای زنهایی که پسر را از پدر و مادر با هر خیل حیله و نیرنگ جدا می کنند و پسر با وسواس شیطان لعین و با آن وسواس نفس خود از پدر و مادر برای آن چیز دنیا که باز دریافت کردن علاج دارد از پدر و مادر روی می گرداند، در آن حالی که پدر و مادر تنها در این دنیا. پس برادران و خواهران، در این دنیا هر یک ما و شما خطاگی داریم. بله، انسان بی خطا نیست. هیچ یک بنده ای که در این دنیا هست بی خطا نیست. پروردگار مهربان آن بنده ای که گناه می کند بعدا میگه پروردگار من این بنده عاصی و گناهکارت را ببخش. این خیل بنده ها را دوست می دارد، زیرا که الله تبارک و تعالی بخشاینده و نهایت با رحمت است. پس به حرمت خداوند، برادرانی که در شهر مسافری باشد و اینکه در وطن، اگر تا امروز به گپ‌های اون زنهای خود در آمده و اینکه با اون وسواس نفس در آمده و از پدر و مادر روی گردانیده باشین، حالا که اگر وقت باشد پدر و مادر در قید حیات باشد، روین از پدر و مادر عذر خواهی کرده دعای خیر اونها را بگیرین، زیرا که رضای الله سبحانه و تعالی در رضایت پدر و مادر. بار دیگر میگویم ما همه فرزندان خطاگی میکنیم به خاطر اونی که درس حیات نداریم، لیکن پدر و مادر مهری دارد که نه حد داره و نه کنار، در همه حالت تو را فرزند میدارد. این دوستای دنیایی و اون زنهایی که مالی تو را دوست میدارند، روزی که از دست تو مال و ثروت رفت دیگه 7 محلی تو بیزار میشن، لیکن آن پدر و مادری که تو را به دنیا آورد و تو را به وای رسانید و تو را نصیحت کرد و تو را خورانید و تو را پوشانید و تو را دوست می‌دارد، در همه حالت تو را فرزند می‌داند و در همه حالت تو را یار و نصیحتگر و غمخوار تو. پس به حرمت خداوند به وسواس نفس دنیا نرویم. پدر و مادر شاید که در بعضی وقت یک سخنی خطا میکند یا یک عملی خطا میکند، لیکن چخیلی که گفتیم شاعر میگه ناکرده گناه در این جهان کیست بگو، وان کس که گناه نکرد چون زیست بگو، من بد کنم و تو بد جواب هم دهی، پس فرق بین من و تو چیست بگو. البته هیچ یک فرزند حق ندارد که اگر پدر و مادر نسبت اون یک کاری خطای ناخواست کند برای اون با خطاگی جواب دهد، زیرا که فرض اساسی که در گردن هر یک ما و شما این فرض فرزندی را و پررگی ادا کردن. خداوند متعال عقل ما را سالم گردانه و همیشه در خدمت پدر و مادر بودن را و رزق روزی حلال پیدا کرده
پدر و مادر را غمخواری کردن در نامه اعمال ما و در تقدیر ما و شما نصیب و روزی گردانه و هیچ فرزند را از پدر و مادر و هیچ پدر و مادر را از فرزند جدا نگرداند. اللهم اعنا ذکرک و شکرک و حسن عبادتک و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با احترام دوست برادر شما بیدر احمد. و البته ناگفته نماند که اگر در وقت گفتن این موعظه اگر به یک سخنی خطایی راه داده باشم، الله ذوالجلال مرا مغفرت کند و از همه شما معذرت میخواهم. و بنده فقط خواننده این شعر هستم و نویسنده این شعر برادر با تخلص شیدا بوده. الله تبارک و تعالی قلم این برادر را برا و در زندگانیش اگر در قید حیات باشند فیض و برکات رزق روزی حلال را نصیب روزی گردانه و از خودش بیگانه نکند. الله تبارک و تعالی یار نگهبان همه شما باشد.